رئیس جمهور تاجیکستان از کارهای ساختمانی در مسجد بزرگ که با مبلغ قطر در میدان 7.5 هکتار ساخته می شود دیدن نمود. در حال بازدید او به ساختمانچیان مصلحت‌های مفید و ضروری داده تاکید کرده است که مسجد باید 100 سالها به مردم خدمت کند. این مسجد سال 2009 زمانی برگزاری جشن 1310 سالگی امام اعظم پایه‌گذاری شده بود. قرار بود ساختمان آن در 3 سال انجام شود، اما با سبب ناشفاف بودن مصرف‌های آن قطر یک زمان مبلغ‌گذاری آن را قطع کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری مسجد قطر نامیده می شود و حجم مبلغ‌گذاری هم خیلی بزرگ بوده است. ساکنان نقل می‌کنند که اکثر کارهای ساختمانی آن طریق حشر برگزار می شود. قبلا پدرچی مسجد یک شرکت اماراتی بود، اما مقامات تاجیک با هر بهانه آن شرکت را در ساختمان را ندادند. الان دو شرکت وطنی استس انشاءات و جسیک سازمان تجهیزات که گفته می شود و بستگان رئیس جمهور از جمله حسن اسدالله زاده متعلق است به ساختمانی آن مشغولند. بازدید از مسجد و تاکید به تیزاندن کارهای ساختمانی از طرف رئیس جمهور در حال است که هر روز خبری از تخریب یا بستن مسجد در تاجیکستان نشر می شود. بازدید از مسجد و تاکید به تیزاندن کارهای ساختمانی از طرف رئیس جمهور در حال است که هر روز خبری از تخریب یا بستن مسجد در تاجیکستان نشر می شود. کارشناسان حدس می زنند این بازدید به سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به عربستان سعودی ربط دارد. قبلا وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج الدین اسلف به امارات متحده عرب و شکر جان ظهورov به کویت برای کمک خواهی رفته بودند.